اگه شما پولدارتری، زیباتری، دانشمندتری، اینا که باعث نمیشه آدم برتری باشی. اینا باعث میشه تو مسئولیت بیشتری داشته باشی. ولی آدم‌ها اینجا گم میشن. حالا فکر کن شما میخوای بیزینس بزنی. بیزینس دقیقاً مثل بچه دار شدنه. نه انگار که یه بچه کوچولوی 3 سال تمام کاراش با شماه. مهمترین سالای زندگیشه. یعنی اون 3 سال اول مهمترین سالای زندگی اون بچه‌ست. پس وقتی که شما میای تمام انرژی تو رو میذاری، حالا کارهای دیگه تو کی باید انجام بده؟ اینجاست که ساپورت سیستم خیلی مهمه. وقتی کاری برای کسی میکنم بدون توقعه، هر وقتم میگن ما چطوری جبران کنیم، میگم عزیزم این چرخه نیکیه. من به شما خوبی کردم امروز، در توانم بود، شما برو به یکی دیگه خوبی کن اگه در توانت شد یه روزی. این میشه چرخه نیکی. شما ایموشنال ساپورت تو ببند. یه جایی کم آوردی از لحاظ زمانی، کارایی رو که میخوای انجام بدی، یه ساپورت اونجا داشته باشی. یه نام که فاینانشال ساپورتته، یعنی ببینیم باکتی که اگه کم آوردی از کجا میخوای پرش بکنی، اون لاین اف کردیت میخوای بگیری، هر چی، یعنی اینا رو از قبل بچینی آماده کنی. سلام دوستای عزیز، امیدوارم که خوب و خوش باشین. سری ویدیوهایی که داریم در مورد راه اندازی بیزینس با منیره میریم جلو، پایه‌های اساسی که ما باید بدونیم برای اینکه یک بیزینس رو راه بندازیم. منیره جون سلام، امروز برامون چی آوردی؟ سلام خدمت شما زهره عزیز و شنونده و بیننده عزیز. امروز خیلی چیزای خوب آوردیم دیگه. ببین تا حالا ما در واقع پایه‌های بیزینس و فاندیشنش رو صحبت کردیم، مثلا چیزی که پیش نیاز قبل از اینکه وارد بیزینس بشیم، و فکر می‌کنم راجع به همه چی صحبت کردیم. یه نکته دیگه هم که خوبه راجع بهش صحبت کنیم ساپورت سیستم هست که دیگه این بحث پایه‌ای رو جمع بکنیم و بریم وارد راه اندازی بیزینس بشیم بعدش. عالی. یه کوچولو میخوای بگی که چی گفتیم توی بخش اولیه؟ یکی در مورد در واقع تفکر بیزینس بود، یه کوچولو رو توضیح بده. توی 5 قسمت قبلی دقیقاً در مورد چی صحبت کردیم؟ ببین در مورد پایه‌های در واقع این که اصلا تو کدوم لول انرژی باشیم، که این خیلی مهمه. من توصیه میکنم هر کسی که داره حالا این برنامه رو میبینه حتما قسمت اولو گوش بکنه. در مورد اینکه چه چیزی رو توی ذهنمون بپرورونیم که باعث زایندگی و افزایش بشه. یعنی وقتی که شما تو لول در واقع 2 انرژی هستی یا 1 انرژی هستی، توی زایش و مولد بودن فکر نیست انسان. پس برای اینکه بتونی واقعا روحیه کارآفرین رو داشته باشی، خوبه که بری به سمت لول 5 و یا به بالاتر، لولی که در واقع هم برای خودت و هم برای دیگران خوبی بخوای و در واقع تو اون لایه انرژی باشی. ما مورد دیگه با راجبش صحبت کردیم تفکر کارمندی بود که مقایسه کردیم با تفکر در واقع کارآفرینی، و بعدش فکر میکنم یه دونه در مورد تفکر بیزینسی ورسس تفکر کارمندی صحبت کردیم. چطوری کپی کنیم مثلا که در واقع بتونیم اصل باشه، یعنی اینجور نباشه که فقط یه کپی برداری ظاهری انجام بدیم. 2 جور هست. یه مدلش این هستش که شما ایده میگیری از آدم‌ها، یه مدل هستش که کارشون رو کپی میکنی و به نام خودت میزنی. باید ببینی که اون در واقع کدومش رو داری انجام میدی. حتی اگر یه معلمی هستی که همون کتابی رو که استادت درس داده، مثل تمام معلم ریاضیای دنیا که یک کتابو دارن درس میدن ولی استایل خودشونو دارن، و این قرار نیست که مثلا ما بیایم حتما یه چیز خیلی جدیدی رو ارائه بدیم. همون چیزی هم که هست رو با استایل خودمون، مثل همه رستوران‌های ایرانی تو دنیا که همشون شاید تقریبا منوهای شبیه به هم دارن ولی هر کدوم یونیک و قشنگن و هر کدوم که میری فضای خودشون رو دارن. یه بخشی هم در مورد شناخت رقبا صحبت کردیم، بازار رو بشناسیم، فرهنگ‌های مختلف رو بشناسیم. یه بخشی هم در مورد این صحبت کردیم و ولیو سیستم که چی هست، که در واقع اون خط مستقیمی که ما رو سر اتوبان اصلی نگه میداره همون ولیو سیستم هست که هر ایده‌ای رو که میاد با ولیو سیستممون بسنجیم، ببینیم که واقعا این چیزی هست که ما رو لول 5 انرژی قرار میده یا نه. و فکر می‌کنم امروز اگه ما ساپورت سیستم رو همونطور که گفتم راجبش صحبت بکنیم، دیگه میتونیم این بحث پیش نیازا رو یه جورایی جمع بکنیم، هرچند خیلی بحث بزرگ و پیچیده‌ایه ولی فکر می‌کنم ما تاچ کردیم حالا سرفصل اصلی. منظور چی از ساپورت سیستم؟ ببین شما زمانی که میخوای بیزینس راه اندازی بکنی، اولین مسئله‌ای که خب خوبه بهش توجه بشه این هستش که مثلا کجای کار قرار دارم، کجا هستم الان. در واقع به خودمون نگاه کنیم که در تمام زمینه‌های زندگی کجا قرار گرفتیم، از لحاظ زندگی شخصی، از لحاظ زندگی خانوادگی، حالا
فیزیکی، ایموشنالی، همه اینا رو در نظر بگیریم و اینکه چه آدم‌هایی اطراف ما هستن، ما چه شرایطی داریم الان، چه کسی من رو ساپورت میکنه در شرایطی که تو خطر یا تو موقعیتی قرار میگیرم که نیاز به کمک دارم. یه بحث بسیار بسیار مهم هست که خیلی وقتا متاسفانه ببین یه اتفاقی که میفته، من خیلی دوستان دیدم متاسفانه این برنامه‌ها که تو برو میتونی، نمیدونم قانون جذب اینجوری میکنه اونطوری میشه. ببین نمیگم کار نمیکنه، ولی مثل این میمونه که تو یه نفر رو ببری تو کلاس دکترا بشونی بدونه که این بنده خدا اصلا کلاس 6 رو رد کرده باشه. یعنی اینا پله پله باید بری دیگه تا ملاقات خدا به قول معروف. همینطوری که نمیتونی یهو بری به قانون بله قانون جذب وجود داره، بله خیلی چیزا وجود داره، ولی خب تو باید اون رشد رو در خودت ایجاد کرده باشی، پله ها رو دونه دونه رفته باشی تا به اون رسیده باشی. من یه چیزی اینجا اضافه کنم. من میگم وقتی که حالا دوستان همیشه میگن قانون جذب، من میگم ما تو لولی که هستیم انرژی جذب میکنیم. یعنی من اگر که مثلا به قول تو کلاس 6 یعنی اندازه لول دانستهام دانشم لول 6 من در همین لول با قانون جذب میتونم انرژی جذب بکنم. من اگر میخوام که مثلا در حد کلاس 7 انرژی جذب کنم، باید تلاش بکنم که اون دانش رو به دست بیارم تا انرژی اونم کسب بکنم. بنابراین من نمیتونم با سواد آدم کلاس 6 انرژی یک دکترا رو جذب بکنم. دقیقاً. ببین یه مسئله که حالا نمیخوام از بحث خودمون دور بشیم، صحبت سر ساپورت سیستمه، ولی این صحبت که شد من فکر کنم جا داره این رو هم بگم. یه اتفاقی که افتاد تو جوامع غربی که یک زمانی که اومدن رأی برابر به انسان‌ها دادن و خب حقوق انسانی به زن‌ها و خیلی از اقشار جامعه دادن، این صحبت هم شد که آقا ما بیایم این بحث هایرارکی رو برداریم، اینی که خیلی احترام بذاره جلوی این اون دلار بشه و حتما یه سری کوالیفیکیشن هایی داشته باشه که دیگران اصلا بهت گوش بدن، اینا تا یه حد زیادی برداشته بشه. همین هم هست مثلا ما میایم توی حالا کانادا، آمریکا یا اینجور کشورها میبینیم که مثلا صحبت از آقا و خانوم و سر و نمیدونم فلان، تو به مدیرت اسم کوچیکش صدا می‌کنی. مثلا هی فلانی، مثلا حالا هر چی که اسم مدیرت هست. و این یکی از دلایلش همینه که این فرصت برای آدمو فراهم بشه که آقا حرف تو قابل قبول، ما میشنویم حرف تو رو. حالا یه نفری که سواد نداره، دایره لغاتش کمه، وکابلریش کمه، یه کسی که رفته مثلا 20 سال درس خونده، خب طبیعتا وکابلری بزرگتری داره، راحت‌تر میتونه ایموشنش و حرفاش رو بزنه. همون که خدمتتم گفتم، من شاید 20 سال پیشم همین آدم بودم، ولی اون زمان چون جوان‌تر بودم، سنم کم بود، این در واقع تجربه و نالج و اینا رو نداشتم و اصلا این کلمات رو نداشتم که بخوام توضیح بدم چرا مثلا من وارد یه سیستم مثل گولد کوست نمیخوام بشم، بلکه میرفتم مثلا گفتم نه اولا که خب این کار به نظر من خیلی چیز نیست و مثلا بعد یه نفر قراره ببازه من به اون راضی نمیشم این، ولی الان میتونم با یک کلمات وسیع‌تری اصلا بیام کل سیستم هرمی رو زیر سوال ببری که اصلا چیه این؟ چرا؟ چون رفتم راجبش خوندم، مطالعه کردم، آگاه شدم. اما این باعث نمیشه که من احساس برتری کنم نسبت به آدم‌های دیگه. و اگه کسی میخواد، چون من اینو خیلی میبینم در قشر روشنفکر، فقط هم مختص ایران نیست، ببین مثلا تو همین انتخابات اخیر آمریکا خیلی من اینو میشنیدم که آره rural places they vote for this person or یه هم چیزی. خب این من این فارسیش هم بگو که اونایی که توی مثلا مناطق روستایی زندگی میکنن، خب شمایی که با سوادی، شمایی که درس خوندی، شما که نباید احساس برتری کنی که شما موظفی بری به اونا هم کمک کنی. شما چه کار کردی در بهبود روند زندگی؟ در واقع هر کسی تو جایگاهی که هست باید بهترین خودش باشه. ببین اون یه مسئله خیلی مهمیه، ولی اینی که من حالا رفتم همینطور که گفتم توی صحبت قبلی، اگه شما پولدارتری، زیباتری، دانشمندتری، اینا که باعث نمیشه آدم برتری باشی، اینا باعث میشه تو مسئولیت بیشتری داشته باشی. ولی آدما اینجا گم میشن، آدما میرن دنبال این که من برم مثلا دکترا بگیرم که آدم بالاتری باشم که بتونم حرف بزنم، که بتونم برم مثلا فلان پست رو بگیرم. بعد که فلان پست رو میگیره میبینی که اصلا اون آدمه، اون انسانی که اون پست رو گرفته اصلا توان مدیریت اون پست رو نداره. ای بسا یه آدم دیگه شاید با یه تحصیلات معمولی تر بتونه خیلی کار بهتری انجام بده، چون تفکر شخصیتش و خیلی از پایه‌های قبلی رو ساخته بر اون اساس که به اونجا رسیده. حالا بازم
هم برگردیم به صحبت خودمون که صحبت از ساپورت سیستم شد، اینجوری شد که ما گفتیم خیلی دوستان به قول معروف بادکنکی آدما رو باد میکنن میفرستن وسط، تو برو قانون جذب فلان اینا کار میکنه، ولی دقیقاً به همین منوال کار میکنه. شما مثلا گواهینامه رانندگی تو امروز گرفتی، نمیتونی فردا بلنشی بری مثلا توی مهمترین مسابقه اتومبیل رانی دنیا مثلا مسابقه بدی. میشه، شدنیه، اما خب مراحلش رو طی کنی، کلاساشو بگذرونی، نالجشو پیدا کنی، تجربهشو میره و این باعث نمیشه که بگیم یه آدمی پایین‌تره یا یه آدمی بالاتره. هیچ آدمی از هیچ آدمی نه بالاتره نه پایین‌تره، همه برابرن. حالا توی ساپورت سیستم شما میخواید بیزنس را بندازی، همه این حرفای انگیزشی هم خوبه، منم خیلی دوستشون دارم، ولی خوبه که واقع بین باشین. مثلا توی فیلم‌ها نگاه میکنیم طرف مثلا اسب تنهاییه، در مثلا یه انسان تنهاییه، تنها میره برنده میشه، تنها میره. شاید واقعا خیلی کم کیس‌ها اینجوری باشن، ولی انسان یه موجود اجتماعیه. مهمه که شما به ساپورت سیستم خودت نگاه کنید، به خصوص خیلی از ماها که مهاجریم میایم اینجا بدون خانواده، بدون پدر مادر. مثلا حالا شاید خودت هم این داستان داشتی تجربه کردی، مثلا من بچه اولم تو ایران بود، خب خیلی پدر مادرم کمک میکردن. نمیگم من قد شناس بودم، اما مثلا من فکر می‌کردم خب طبیعیه دیگه، من چقدر هم کار میکنم هم بچه دارم، چقدر زحمت میکشم. بعد اومدم این طرف دیدم که تازه فهمیدی اونا چیکار میکردن، بعد کمکایی میگرفتم که اصلا به چشمم نمی‌رسید، فکر نمی‌کردم چقدر کامفورت زون بود، چقدر اصلا من هر کاری می‌خواستم می‌کردم. مامان بابا هم من خواهر برادرها همه بالاخره خواهرم بود، دیگران بودن، میدونی. یعنی این سیستمو وقتی که خونه خریده بودیم خیلی اتفاق افتاد. وقتی خونه خریدیم خب ما نیاز داشتیم که اینو رینوویت کنیم و همسرم تصمیم که خودش بیشتر کاراشو بکنه. بعد خب ما واقعا نمیدونستیم از کجا بریم یه کمکی برداریم بیاریم و همش میگفتش که من مثلا اگر که برادرام بودن، اگر مثلا پدرم بود، بالاخره بعد از ساعت کاریشون اینا میمدن دستی میدادن، کمک میکردن. چون مثلا من مجبور بودم به جای خیلی از کسایی که حالا پیدا نمیکنیم یا نمیتونیم بیاریم یا اصلا گرونه خیلی وقتا، یعنی میخوام بگم که مثلا توی کیس این که حالا آدم بچه دار میشه این طرف میخواد که اصلا یه نفر رو بیاره، ولی میبینی اندازه خودش داره از تو حقوق میگیره، میگه خب چه کاریه. منظورم اینه که واقعا توی ایران ما حواسمون نیست که چه نتورکی داریم که دور و برمون دارن به ما در واقع حمایت میرسونن. آره حمایته. ببین مثلا خیلی عادی بود، بعدم هم فانم بود دیگه. مثلا یکی اسباب کشی میکرد همه جمع میشدیم، یکی اصلا کسی هم در توانش نبود کمک فیزیکی بکنه غذا رو درست میکرد می آورد، یکی می اومد نمیدونم یه دوتا کار دیگه میکرد، بچه‌ها رو نگه می‌داشت، بالاخره کارا جلو میرفت. حالا فکر کن شما میخواید بیزینس بزنید، بیزینس دقیقاً مثل بچه دار شدنه، یعنی انگار که یه بچه کوچولو 3 سال تمام کاراش با شماه و مهمترین سالهای زندگیشه. یعنی اون 3 سال اول مهمترین سالهای زندگی اون بچه است که شما باید با قول روانشناسا میگم تو 3 سال اول بچه باید پادشاهی کنه، یعنی باید در خدمتش باشه، هر چی که میخواد همون بشه که اون میخواد، که این بتونه عزت نفسش رو و اینکه دوست داشتنی هست رو بسازه. بیزینس هم همینه در واقع. شما سال اول که باید اصلا اجاره مغازه تو جیبت باشه، واقعا از هر لحاظ بالا سرش باشی. پس وقتی که شما میای تمام انرژی تو رو میذاری، حالا کارهای دیگه تو کی باید انجام بده؟ اینجاست که ساپورت سیستم خیلی مهمه. مثلا اگه شما خانومی هستی که 2 تا بچه داری، کار ثابت هم میری، حالا فکر کنم کیس آشنایی باشه برات و مثل خیلی از ماها بعد هیچ فامیلی هم حالا به شکلی که بخواد حالا ساپورتی بخواد نزدیکت باشه بده نیست، و یه سری حالا دوست و آشنا و اینا هستن، دوستان محبت هم دارن بالاخره، ولی اون ساپورت اصلی رو باید ببینی چطوری میتونی از کدوم آدم داری میگیری. ساپورت حالا خیلی وقتا اصلا مالیه. ببین مثلا من الان همیشه فکر میکنم که اگر مثلا من کار کوچینگم رو بخوام فول تایم بکنم، خب من باید دیگه سر کار نرم و اون حقوقی که من دیگه نمیگیرم اینو از کجا میخوام که در واقع منو حمایت بکنه؟ یعنی این ساپورته بعد وقت مالیه دیگه. حالا تو یا خودت اینقدر از نظر مالی قبل از اینکه بخوای کارتو رها کنی ذخیره کردی که این ساپورت سیستم خودت ایجاد کردی، یا اینکه نه مثلا همسرت میتونه توانش داره که این کار بکنه، یا اصلا کلا حالا فک و فامیل هستن اینجا، بالاخره یه جوری تو میتونی که این هزینه رو جبران بکنی. آره البته ببین رو بحث هزینه ها و ساپورت مثلا مالی، من نظرم اینه که خیلی نمیشه رو هیچ کس حساب کرد مگر همون هسته اصلی خانواده. یعنی
همسر اگه کسی ازدواج کرده، اگر نه مثلا حالا پدر مادر و فرزند، یا حالا 2 تا خواهر و برادرن میخوان با هم. ولی مهمتر از اون ساپورت عاطفیه، اون ساپورت در واقع ذهنیه، اون ساپورت مالی هم میشه ها در یه جایی. مثلا از یه جایی میگه آقا فلانی مثلا من اینقدر قرض میخوام، قرض میتونی بگیری، مثلا برای من این کارو دارم انجام میدم، مثلا 1 سال دیگه بهت پس میدم، طرفم به هر حال بهت اطمینان داره، اوییدنس هم وجود داره که تو میتونی اینو پس بدی. اونم یه ساپورت مهمه. ولی ورای اینها اون ساپورت احساسیه، اون ساپورتی که اگه یه جا کم آوردی، مریض شدی، نتونستی، یکی پشتت باشه، پشتیبانت باشه، به دل بده، هوا تو داشته باشه. اینا خیلی مهمه. کمک خواستی بالاخره جایی. آره، و بعد تو یه جایی میبینی که خب تو آلردی پلیتت پره، بشقابت پره. یعنی هر بچه بزرگ کردنش، نگهداریش، خودش یه روستا لازم داره، یه طایفه لازمه که به تو کمک بکنه. مثلا شما فکر کن که آدما خیلیشون آلردی پلیتشون پره. یعنی شما مثلا 2 تا 3 تا بچه داری، هر کدوم از اینا بزرگ کردنش یه طایفه، یه روستا، یه ویلیج به قولی باید بیاد کمک بکنه که خب ما اون از تنها داریم انجام میدیم. حالا وقتی که کار کارمندیه، ببین شما چون 9 to 5 یه درآمد ثابتی هم وجود داره، آدم برنامه‌ریزی میکنه، یکی رو میذاره مدرسه، یکی رو میذاره مهد کودک، به قول معروف حالا با 2 تا مادر دیگه هماهنگ میکنه، با همسرش میبرن میارن، تموم میشه. این مسئله رو میشه یکم منیج کرد. ولی بیزینس اینطوری نیست. بیزینس ممکنه شما مجبور شی از 5 صبح بری تا 7 بعد از ظهر تو بیزینس بدوی کار کنی. حتی اگه تو خونه میخوای یه بیزینس ران کنی، ممکنه دائم کلاینت داشته باشی، نتونی خیلی از کارا رو انجام بدی. یعنی اگه بخوای کلاینت بگیری، نتونی کلاینت تو ببینی، مثلا میتینگ داشته باشی، ورکشاپ بخوای داشته باشی، اینا همه کار میبره و اینا لازمه که توی همین بیس اولیه ساپورت داشته باشی. یعنی 1-2 نفر باشن که به غیر از حالا نزدیکترین شخص زندگیت که خب بتونه بره بچه‌ها رو بگیره بیاره، یک آدمایی رو دور خودت جمع کنی با همون شناختی که نسبت بهشون داری. حالا ماهایی که خارج هستیم و خانواده معمولا دورمون نیست، با 2 تا دوستی که میشناسیم میتونیم مثلا رفت آمد بچه‌ها رو هماهنگ کنیم، یه سری کارا رو از قبل برنامه‌ریزی کنیم و اینو ببینیم که ممکنه من مثلا 2 روز 3 روز پشت سر هم ویکندها دائم مشغول باشم. خب حالا پس برنامه این بچه‌ها چی میشه؟ حالا ممکنه یه نفر یه آدم مجردی باشه بگه نه من صبح میرم تا شب سر کار. خب همون آدم مجرد هم غذای سالم باید بخوره، ورزشش، تفریحش، گروه ساپورت روحی که لازم داره رو باید بچینه برای خودش. حالا سوای این که شما وقتی بیزینس میزنی نیاز به حمایت دوستان و خانواده هم داری. حالا اون دوستان و خانواده رو اینجا خیلی نداری، پس باید ببینی از کدوم گروه ها میتونی ساپورت بگیری وقتی که میخوای بیزینس تو شروع کنی. بالاخره چند ماه اول رو معمولا بیزینس ها روی دوش حالا دوست و آشنا میان کمک میکنن، ساپورت میکنن، توی گرند اوپنینگ میان، میدونی اینا مهمه. حالا ازت بالاخره 4 تا محصول میخرن. آره، باز اینا بسته به نوع بیزینس داره. البته مثلا تو بیزینس کوچینگ الزاماً خانواده شاید نتونن بیان مثلا محصولات شما رو بگیرن، یا مثلا دوستانی که پزشک هستن خب مثلا میخوان وقتی کلینیک شخصی خودشون رو بزنن، خب یه بیزینس دیگه، معمولا بیزینس کوچ میگیرن، معمولا خیلی پیچیدگی‌ها داره و فرق میکنه هر بیزینس با هر بیزینس. ولی صحبت من این هستش که شما ایموشنال ساپورت تو ببند. ساپورت در واقع این که اگه یه جایی کم آوردی از لحاظ زمانی، اگه یه جایی کارایی رو که میخوای انجام بدی، یه ساپورت اونجا داشته باشی. یه نام که فاینانشال ساپورتته، یعنی ببینی اون باکتی که اگه کم آوردی از کجا میخوای اینو بیاری، از کجا میخوای پرش بکنی. اون حالا سیوینگ اکانتته، مثلا حالا یک شخصیه که باهاش بده بستون داری، روش حساب و کتاب داری، مثلا بهش میسپاری به 2 نفر 3 نفر فلانی من دارم این کارو میکنم، یه جای کم آوردم هستی مثلا در این حد برای من. یعنی اون رابطه رو اصلا داری با این آدما، یا یه به قول معروف یا یه نمیدونم لاین آف کردیت میخوای بگیری، هرچی. یعنی اینا رو از قبل بچینی آماده کنی. این باعث میشه که شما وقتی وارد موقعیت میشی دیساپوینتد نشی، ناامید نشی. چون آدما با همین صحبت‌ها یهو باد میشه افکارشون قانون جذب و مثلا یا اینکه فامیل منو باید یا دوستان منو باید ساپورت کنن. خب رو چه حسابی آدما مثلا باید
ساپورت بکنن. شما کی اونا رو ساپورت کردی؟ کی این رابطه رو ساختی؟ کی این برنامه ریزی رو کردی؟ ببین توی این سیستم ساپورت وقتی حالا ما داریم فکر میکنیم، ببین ما باید همیشه ورست کیس رو در نظر بگیریم. یعنی در نظر بگیریم که مثلا هر کدوم از کارهایی که داریم میگیم حالا من توی این مرحله اینو کار میکنم، اگه نشد چی؟ چون هم تو کوچینگ هم همیشه این کار میکنیم، میگیم اگه نشد چه پلن بی داری، چی کار میتونی بکنی. و واقعا این ساپورتر باید یه جای قرار بدیم، یعنی باید براش فکر بکنیم، نه اینکه من خودم همه کارا رو میکنم. استاد داشتیم میگفتش که ماها سوپر وومن و سوپرمن نیستیم، واقعیت اینه که نیستیم. اصلا این سوپرمن سوپر وومن بودن یه چیز اشتباه بیخودی، اصلا هم چیزی وجود نداره. و آرنولد جالب بود که من چند روز پیش ویدیو ازش میدیدم که میگفت که کی اومده گفته که نمیدونم من یه نفر اصلا خود ساخته معنی نداره، من اصلا کسی رو قبول ندارم خود ساخته باشه. من روزی که اومدم آمریکا برای اولین بار که با یه دونه تیشرت و شلوار ورزشی بودم، کی کمکم کرد؟ کی برام غذا آورد؟ دوستان بودن که اومدن برای من غذا آوردن، تانکسگیوینگ اومدن کمکم کردن، ساپورتم کردن. من همه رو خودم کردم. اون ساپورت های کوچیک بعضی وقتا خیلی مهمه. ببین من زمانی که خب به هر حال میدونید به خاطر کاری که میکردم با مهاجرای زیاد در ارتباط بودم، دوستان زیادی هم میومدن. من همیشه اعتقادم بر این بوده و هست که وقتی کاری برای کسی میکنم بدون توقعه. هر وقتم میگن ما چطوری جبران کنیم، میگم عزیزم این چرخه نیکیه، من به شما خوبی کردم امروز در توانم بود، شما برو به یکی دیگه خوبی کن اگه در توانت شد یه روزی. این میشه چرخه نیکی و این اتفاقا دوستیای قوی‌تر و محکم‌تری رو میسازه. خیلی وقتا هم این آدما رو دیگه شما شاید نبینیم، اما خاطره‌ای که میسازی، اون رپیوتیشنی که ساخته میشه و اصلا اینکه یه انسانی رو کمک کردی و اونم ممکنه بره به یه انسان دیگه کمک بکنه، خودش بسیار ارزشمنده، خودش بسیار زیباست. ولی همین ها مثلا من خودم همیشه یادم میاد یه موقعی که آدم خیلی داونه، یه دوستی میاد یه چیزی بهت میگه، همیشه تو ذهن آدم میمونه. یه سپورت دیگه. مثلا من خاطرم هست یه زمانی مریض شده بودم، یه سرماخوردگی خیلی شدیدی گرفته بودم و حالا یه شرایط خاصی بود. یه دوستی داشتم، ایشونو میدیدم، حالا دوستی صمیمی هم نداشتیم ولی همیشه حرفش برام جالب بود، هنوزم بعضی وقتا یادم میفته. میدونی یه قوتی بهم میده. اومد گفت این چه وضعیه؟ گفتم خیلی حالم بده. گفتش که حالم بده چیه؟ من همون منیره خودم رو میخوام، همون که شلوغ پلوغ کن و اصلا اینو من قبول ندارم، پاشو جمع کن، این چه کار باید بکنی؟ میخوای دکتر بگی؟ گفتم نه دکتر رفتم اینا. ولی اینقدر این حرفش برام جالب بود و یه تکونی به من داد که واقعا مثلا مراقب خودت باشی و زودتر برگردی. آره، حالا اون لحظه اون صمیمیت، اون دوستانه بودنه، اون برای من اینجوری جذاب بود این صحبتش. یا حالا خیلی از دوستان که میان مهاجرت میکنن، من دیدم بعضی دوستان مثلا میگن که نه نمیشه، سخته، اینجا اینطوری نیست. بابا طرف دیگه اومده، دلشو خالی نکن دیگه، 4 تا حرف خوب بزن. مثلا من خیلی وقتا بچهای دانشجو میان مثلا میگن آره خب شرایطشون سخته، مثلا همش صحبتی که حالا میکنم و الانم بعد سالها یه موقعی با هم صحبت میکنیم، میگه اون حرفت همیشه آویزه گوشمه. مثلا بهشون میگفتم ببین تازه اومدی از شرایط بالاخره چیز اومدی، ولی 2 سال دیگه، 1 سال دیگه رو نگاه کن، 1 سال دیگه خونه‌تو تجهیز کردی، این کارو کردی، ماشینت هم گرفتی، دوستاتو پیدا کردی. خوبیش اینه که تو وقتی تلاش میکنی به یه جایی میتونی برسی. پس ناامیدی نداره، کم کم میسازیم، کمک میکنیم. حالا یه بار من میبرم یه چیزی تهیه میکنی، یکی دیگه از دوستان میبره، کار پیدا میکنین. میدونی اون موقعی که شما به اون آدم دل بدی، خیلی وقتا همین کافیه برای آدما. آره دیگه، طرف که نمیخواد بیای به جاش کاری کنی. به قول شما مهمونی تانکسگیوینگ دعوتش میکنی، 2 تا مهمونی میگیری، 2 تا کار کوچیک براش میکنی، 2 جا میبری مثلا گواهینامه‌شو بگیره، نمیدونم کاری براش انجام میدی. اما همین ساپورت ها، همین کارهای کوچیک، همین که مثلا من خاطرم هست دوستانی داشتیم مثلا 8 ماه 10 ماه دنبال کار میگشتن، ولی خب مثلا با دوستان صحبت میکردیم، یکی میگه خب مثلا فلانجا کسی رو من میشناسم، رزومتو ببر، یا من رزومتو میدم. و بعد میدیدی برای اون آدم بعد این همه مدت کار پیدا میشد، یا اصلا خودش میرفتن کمک میکردن، یا حالا بین خود بالاخره آدمایی که میومدن رزومه‌شو کمک بکنی. اینا همه ساپورت سیستم دیگه. میدونی تو حالا تو اون بحث توی بحث بیزینس هم همینطور. معمولا ایرانی‌ها خیلی تو ساپورت کردن خوبن، یعنی خداییش میان اول بیزینس حمایت میکنن، ولی بعد که دیگه شما چجوری بیزینس رو سرپا نگهداری اون دیگه به خودت. و این که چقدر آگاه باشی که حالا تو قسمت‌های بعدی بیشتر راجع به اون صحبت میکنیم. ولی ساپورت سیستم رو بچینین هر کاری که میخواین بکنین
از قبل آمادگی رو در آدم‌ها ایجاد کنین، حتی کلامی باهاشون صحبت کنین، حتی اگر لازمه مثلا کسی میخواد بیزینس بزنه، بچه کوچیک داره، لازمه ببینه از دوستان، خانواده کسی هست بتونه کمک بگیره و این رو ببینن توی در واقع این پکیج بیزینس که میخوان انجام بدن. بسیار عالی. اتفاقا موضوع مهمی بود به نظر من و حتما باید روش فکر کنیم و فکر کنم که توی جلسات مشاوره‌ای که میدی و حالا کوچینگ که انجام میدی حتما روش کار میکنی احتمالاً. خیلی زیاد. من شده کلاینت هایی داشتم که اومدن برای بیزینس و باهاشون صحبت کردم، به این نتیجه رسیدن که الان وقتش نیست. خانمی 5 تا بچه داشته، بچه کوچیک داشته. گفتم با هم خیلی صحبت کردیم و بعد به این نتیجه رسید که او اصلا یعنی شرایط برای بچه‌ها خطرناک میشه اگه اون مادر مثلا بالا سرشون نباشه. حالا هر چقدرم شرایط مادی بغرنجه، میشه یه فرایند دیگه رو رفت که حالا اون نیازهای اولیه برطرف بشه تا اون سیفتی خانواده به خطر نیفته. درسته. میدونی الزاما این نیست که مثلا هر کی میخواد بیزنس بزنه در توانش هم باشه بتونه هم انجام بده، ولی خب باید ببینه مسئولیت‌های دیگه‌اش کجای کار قرارش میده. مثلا من خودم هم زمانی که میخواستم بیزنس بزنم همین بود تارگتم. گفتم من اصلا تا روزی که مثلا بچه‌ام به این سن نرسن امکان نداره، چون به هر حال اونا نیاز به کمک شما دارن. خیلی وقتا نیاز دارن. مرسی ازت منیر جون برای این جلسه پربار که دادی بهمون. حالا میبینیم توی جلسات آینده. مرسی. خدا نگهدار شما. قربانت. خدا نگهدار.